سلام به کانال فافاپز خوش اومدین. با آموزش دلمه بادمجون برگشتیم. خب بادمجونا رو بشورین و داخل هر کدومشون رو به این شکل خالی کنین. بعدم گوشت چرخ کرده رو با ادویه‌جات و پیاز و سبزیجات خشک مثل طرحون و شوید سرخ کنین. بعدم یک کاسه برنج آبکش شده رو بهش اضافه کنین. من برای رنگش هم 2 قاشق غذاخوری زعفرون دمی کرده رو اضافه کردم. البته شما میتونین رنگ غذا هم استفاده بکنین. بعد به این شکل که میبینین موادی رو که داریم و داخل دلمه هامون میریزیم، داخل بادمجونامون میریزیم و با ته قاشق فشار میدیم که موادی رو که داریم از داخل بادمجونا نریزه. و قبلا کلاهکایی رو که بریده بودیم و به این شکل به حالت برعکس داخل مواد بادمجونا فشار میدیم که حین پخت مواد داخل بادمجون بالا نیاد و شکل و شمایل خودش رو از دست نده. بعدم کلاهکش رو میذاریم و دیگه نیازی هم به خلال چوبی نیست. و حالا توی هر ظرفی که خواستین بادمجوناتون رو به این شکل بچینید. خب حالا بریم سراغ سسش. پیازا رو به این شکل با روغن تفت بدیم. بعد یه ذره که پیازاتون سبک شد یه قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی بهش اضافه کنیم و یه قاشق چایخوری هم بهش ادویه جادویی که توضیحات ادویه جادویی رو حتما توی کپشن براتون میذارم. اگر هم خواستین که سستون حالا ملس‌تر بشه یا ترش‌تر بشه میتونین بهش یه لیوان آب خوره اضافه کنین و 2 قاشق غذاخوری هم ربع انار استفاده کنین. خیلی هم خوشمزه میشه. خب بعد از اینکه ربع گوجه فرنگیتون رنگش باز شد بهش آب جوش اضافه میکنین. من تقریبا 3 لیوان آب جوش اضافه کردم. بعد که آب جوش رو اضافه کردین بذارین یکم غلیظ بشه. یکم که غلیظ‌تر شد 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده رو باز دوباره بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه غلیظ شد حدوداً 10 دقیقه طول میکشه. حالا سسی رو که دارین داخل قابلمه‌تون بریزین و بذارین حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم با سسی که دارین بپزه. خب بعد از 1 ساعت و نیم دلمه هاتون آماده است. اینم شکلش. نوش جان.